حسین نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد، یا رسول الله حسین نوجوانم کشته شد. الان در سالهای قدیم حدوداً شاید در حدود 200 سال قبل از این یه علم که میبینی یه از دریا بونه، به قول معلوم معجزن، نه علم دست سازن، یه علم از کربلا اومده رو دریا در حدود 200 سال قبل از این که ما جدواد ما با همین علم در موقع 10 محرم دست میگرفتن به خونه ها و اون چیزی هم برداشت میکنن به قول معلوم پولی که هدیه که میدن خدی حسینی میشه ماتم و غذا درست میکنن برای اونای مستمعین که میان گوش روزه و اینا. با زمان قدیم هم معتقد بودن با این علم که واقعا این علم چندین بار من خودم شاهدم که معجزه بود باید اومده. یا به قول معلوم دو تا قدیمی بودن که مریض بودن، حتی دکتر رشد کرده بوده، من شاهد خود علم خودش شاهد میگیرم در زمان قدیم، یعنی 200 سال قبل از این. جواره از موضوع که علی اصغر که شب عاشورا اهل بیت حسین بن علی اصغر رو آوردن وسط با این جواره بلالایش میخوندن تا صبح عاشورا. بعد از که علی اصغر کشته شد تو میدون رو دست پدرش، خب علی اصغر آوردن خیمه ها اونجا رباب زد تو سر خودش، جواره خالی رو میزنن. یا رسول الله ندارد در حسین نازنی، یا رسول الله ندارد در حسین نازنی، نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد. روز آخر علم را شهید میکنیم یعنی لختش بکن دیگه خب من تو کفن اجدر میارن، حالا برنگون میشه زمین دادن پایین و کفن شیران در میارن، یعنی چی؟ یعنی شهید شد دیگه، امام شهید شد و الان تحریم شد آینا خورده که بی خانمانم کشته شد، آینا خورده که بی خانمانم کشته شد، نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد. یا رسول الله مریدان حلق شیرین حسین، یا رسول الله مریدان حلق شیرین حسین، نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد. یا رسول الله حسین نوجوانم کشته شد، یا رسول الله حسین نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد، نوجوانم کشته شد. زینب کسان